درود بر شما هموطنان گرامی. از واقعه‌هایی که با کاروان ماشین‌های تاجیکستان در آلمان شده گذشت همگی به فکرم آگاهی دارین. دیدین اون پستی، اون خباثتی که بعضی از شهروندان ما کردند، همه شما آگاه هستید. خب نگاه کنید، از روی انسانگری، از روی فرهنگ اسلامی، فرهنگ آریایی تاجیکی که ما داریم، این عمل همه طرفه محکوم است. بزرگترین کس، بزرگترین شخصیت که ما احترام میگذاریم این مادر است و بزرگ میگوید که جنت که رضای مادران است، در زیر قدم مادران است. پدر و مادر ارزش نهایت بلند دارند که باید ما احترام با آنها قائل باشیم. اکنون نگاه کنید، این نفرانی که در ناخنک خودشان را مخالف اعلان میکنند، مادران خود را به درجه آوردن رساندند که حتی مادر از اونها روی گردانده است. این خودتون نو را ببینید، با صحبت میکنیم. بچه‌م دیگه اوچن نگو، دادر نگو، اکن نگو، خواهر نگو، اپن نگو. انا مفتم میدونی هموجا تمام برای تو ما مردگی، تو برای ما مردگی. انا دیگه گم نزن. خب نو را دیدید که مثلا مادر را چقدر زور نیاید چنین مناسبت نسبت به فرزند خود روا نمیبیند.